سلام برای گنگ یوتیوب. حال دلتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو. یعنی کسایی که قشنگ میخوان قشنگ خوششون اومده از این ویدیو دیگه کلیک کردن تامنل ویدیو کلیک کردن و اومدن تو ویدیو دارن نگاه میکنن. تو که آموزنده است برات، لطفا اون لایک زیرو بزن دیگه. اومدی فقط نگاه کنی یالا بری، یه لایک هم بکن برو. چی میشه؟ یه لایک بکن برو، یه ساب کن. دمتون گرم. چنانم تا ساب داشته باشید، زنگوله رو فعال کنید. امیدوارم هر جا که هستید از این ویدیو لذت ببرید. اینجور که میبینید دست من کد نیکتو و یه اسکین کریت میزانه که این ویدیو خیلی خوب باش بازی بخوره بالای 10 تا اینا. توقع زیادی ندارم دیگه، فعلا چنل تازه است، توقع زیاد ندارم. کلت نیکتو بردم براتون تو دومی یا اولی، ببین بزن تو رگ. در این حد بهتون بگم اسکین کریت هم براتون باگ بعدی میذارم، تو ویدیو بعدی تو باگی که میخوام تو اون ویدیو توضیح بدم میذارم. و این هم از مدرک دیگه. هم چی میخوام دیگه؟ اصلا از کلاف چی میاد دیگه؟ من اصلا رفیق اکتیو، من بابای من اکتیویژن. در این حد بهتون بگم که یه باگ بردم مشتی، ببین جیر بده. ما میبینید که دیگه کلیک بتینام نیست دیگه. من 50 تا سی پی دور بعدش میخواد. الان دور اولش 10 تا میخواست، دور دومش 30 تا میخواست، که من 40 تا سی پی حله. با 40 تا سی پی بریم سراغم. شما یه برنامه باید داشته باشید به نام اوتو کلیکر که از مارکت، بازار، گوگل پلی و همه اینا میتونید دانلود کنید. کارسخت نیست. تو کانال روبیکاییمون هم هست. بعد از اینکه برنامه رو باز کردید مجوزها رو بهشون میدید، کانال روبیکایی برید، لینکش تو دیسکریپشن هست، این برنامه رو دانلود کنید و خیلی همتونم گرم. خب میرید از اینجا فعالش میکنید، یا همه اینا رو میدونن. میاد داخل کال آف دیوتی موبایل. خب میاد داخل کال آف دیوتی موبایل یه گردونه نیکتو لجند میزنید. خب نیکتو لجند گردونش اینجوریه که خب درصداش رو گان درصدش کمتر از اسکینه، ولی باگی که میخوام بگم بیشتر روی گانه نه اسکین. خب همین دارید یکی میذارید رو اسکین، دومی میذارید تو گان، سومی میذارید زیر اسکین، قشنگ گوشه زیر اسکین کلاسه نیکتو لجند و میذارید فعال شه. یکم میچرخه و باز غیر فعال میکنید و 300 سرعتش باید یک بزنید. هرچی پایین تر باشه بیشتر سرعت داره. یکو بزنید، همه رو یک میکنیم اینجا. همه رو باید اینجوری یک کنید تا قشنگ سرعتش دیگه زیاد بشه دیگه، تا بای عمل کنه. خب اصلا روی دنس و اینجور چیزا نذارید، فقط اینی که گفتم. ناموسن تا اینجا ویدیو اومد یا لاک نکردی؟ تو دیگه کی هستی که لاک نکردی؟ خب اوتو کلیکر رو فعال میکنیم، میچرخه همینجوری با سرعت جیت اینجوری میچرخه. یه بار رو درصدا میزنیم، دوباره میزنیم روی چیز، اوتو کلیکر میچرخه. تا لایک نکنی نمیذارم از این ویدیو بره بیرون. دهنتو میخوام سرویس کنم. اون لایک زیرو بکوب، سابسکرایب زیرو بکوب، ما رو فشاری نکن. منظور که میبینید باگر رو همینجوری اجرا کنید، بی موضوعات باگ پیچیده ای نیست، انجام بدید مو به مو. نکته که این باگ داره، شما باید خواستید گردونه رو بزنید حتما بذارید روی گان. شما حتما باید بذارید روی، اصلا نذارید روی گان 1% هم جواب نمیده. این باگ در این حد. اینطور که میبینید این اکانت منه قبل از این که باگو بزنم و اسکین کریتو بگیرم. خب تو ویدیو بعدی حتما آموزش کریتو میذارم. انگوله رو بزن تا ویدیو بعدی از دست در، چون کریت مدت زمان محدودی داره. ویدیو بعدی بابای.